سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اوقات خوشی رو سپری کنید. خیلی خوشحالم که در قالب این کلیپ میتونم با شما صحبت کنم و یه جورایی تجربیاتم رو و آموخته‌هام و چیزایی که بلدم با هم دیگه به اشتراک بذاریم و با هم دیگه مطالب رو یاد بگیریم. خب اگه معلم هستید یا میخواید معلم بشید، به نظرم جای خوبی اومدید و اگه هیچ کدوم از این دو دسته هم نیستید، باز هم این مطالب میتونه برای شما مفید باشه. از اون لحاظ گفتم که اگه معلم هستید و میخواید معلم بشید، چون خود من هم معلم هستم و کاربرد این مطالب رو یه جوری به صورت تجربی بیشتر درک کردم و میدونم که این مطالب واقعا میتونن با اینکه خیلی ساده هستن ولی خیلی راهگشا باشن. علت این حرف من هم این هست که با توجه به تجربه 6 ساله‌ای که در تدریس درس ریاضی دارم، با بچه‌هایی که سر و کار داشتم طی این سالها، قریب به 80%شون بیشتر، حالا نگم کمتر، مثلا من 80% یا بیشتر، همگی انگیزه کافی برای مطالب ما رو ندارن. یعنی باید ما مطالب رو بهشون تحمیل کنیم و این یک چالشی هستش که خود درس دادن، تدریس و تفهیم، یعنی تفهیم کردن به فراگیر و دانش آموز، خودش یه چالش برای معلمه و حالا اینکه اون دانش آموز و اون یادگیرنده هم انگیزه کافی رو نداشته باشه، این یک چالش به نظرم سخت‌تر و مشکل‌تری هست برای معلم. خب این دلایل متعددی داره که همش شاید برنگرده به معلم، یقینا همش برنمیگرده به معلم و عوامل خارجی پرشماری هستن که در این بی‌انگیزگی بچه‌ها مؤثر هستن. ولی خب ما که متاسفانه توانایی رفع و رجوع اون مشکلات رو نداریم، ولی در حد خودمون، یعنی کاری که از دست ما برمیاد، چیزی که من فکر کردم و بهش رسیدم اینه که ما بتونیم از تکنولوژی استفاده کنیم، از علم روز تا جایی که میتونیم استفاده کنیم، از ابزار روز استفاده کنیم، از ابزاری که بچه‌ها بیشترین سر و کار رو باش دارن استفاده کنیم که بتونیم مطالب رو بروزتر به بچه‌ها ارائه بدیم که اونها رو همراه کنیم با جریان کلاس. چون واقعا یکی از آفت‌های کلاس درس اینه که بچه‌ها همراه نباشن با درس. شما اول سال که میرید، خب بچه‌ها یه انگیزه‌ای دارن برای شروع درس، ولی آروم آروم این انگیزه کم و کمتر میشه، چون هی مدام حس میکنن که نمیتونن با این مطالب. حالا برای خودم که درس ریاضی درس میدم دارم بیشتر، حالا مسلما تجربیات من بیشتر در مورد درس ریاضی هستش. بله، هرچی که شما جلوتر میری حس میکنی این قافله و این کاروان داره یه تعدادی هی ازش جا میمونن و اینها سر کلاس شما مشاهده میکنید که بچه‌هایی که با شما همراه هستن در جریان تدریس مدام هی کم و کمتر میشن و یه عده هی دارن میرن روی نیمکت میشینن یه جورایی به اصطلاح، و این واقعا آزاردهنده هستش که هر جوری تشویقی میدیم بهشون از لحاظ نمره و هر کاری که میکنیم، چون مطالب رو اون انگیزه کافی رو برای دریافتش رو ندارن، صرفا ها انگیزه‌ای که معلم میده، نمره و اینها به نظر کافی نمیرسه و یه جورایی بیخیال یاد گرفتن این مطالب میشن و واقعا درس ریاضی درس چالش برانگیزه که اگه وقت نذارن بچه‌ها براش و تمرین نکنن و ممارست نکنن، خب واقعا نمیتونن نتیجه خوبی بگیرن. صرفا کلاس درس کافی نیست برای درس ریاضی. و اینه که نتیجه تفکرات من و اینکه چه راهی رو برگزینیم برای اینکه بچه‌ها رو همراه کنیم این شد که از تکنولوژی استفاده کنیم، از نرم افزارها استفاده کنیم که اینها به کمک ما میان، هم مطالب رو، اون منظور ما رو بهتر میفهمونن. چون این سری ریاضی اصلا مجرد و انتزاعی و ذهنیه و حالا اینکه بعضی مطالبش دیگه خیلی نیاز به تصور کردن دارن و اینکه ما صرفا با ابزارهای ساده و یه تخت سیاه یا یه وایت بورد و رسم شکل و اینها بخوایم رسم کنیم، اولا اگه بخوایم ابزار دستی و حالت کار دستی مانند بسازیم که خیلی زمان بره، و اگه بخوایم صرفا بسنده کنیم به تخت سیاه و تخت سفید یا همون وایت بورد، خب این کافی نیست. یعنی بچه‌ها نمیتونن بفهمن خیلی از مطالب، ولی نرم افزارها خیلی این رو میان شهودی‌تر، عینی‌تر میکنن
که فهم مطالب رو برای بچه‌ها راحت‌تر میکنه و کار باشون هم خیلی سخت نیست برای معلم که بگیم هر جلسه که بخواد اون مطالب خودش رو در قالب این نرم افزارها، یعنی حالا همه رو که نمیشه در قالب نرم افزارها گفت، ولی اون مطالبی از درس رو که میشه در قالب نرم افزار بیان کرد رو معلم خیلی با چالش روبرو نمیشه. یعنی نرم افزارها به حدی سخت نیستن که معلم نتونه ازشون استفاده کنه و خیلی زمان بر باشه کار باهاشون. صرفا ما فقط آشنا بشیم با این نرم افزارها و نحوه کارشون، این چالش هستش. اون اول کار که چارچوب یا الفبای نرم افزارها یا الفبای کار باشون دستمون بیاد، اون یکمی شاید زمان بر باشه که خیلی هم نه، ولی کار باهاشون پیچیدگی خاصی نداره، مگر اینکه بریم سمت نرم افزارهای خیلی حرفه‌ای و کارهای خیلی شاخ و خیلی خاص بخوایم انجام بدیم که در واقع به چالش بخوریم. نرم افزار جیوجبرا این نرم افزاری که خب نمیدونم که باش قبلا سر و کار داشتید نداشتید، اسمشو شنیدید یا نشنیدید. این نرم افزاریه که نمودارهای گرافیکی و کارهای گرافیکی رو به خوبی برای ما انجام میده و ما خیلی میتونیم ازش کمک بگیریم از این نرم افزار، که من سعی میکنم در قالب چند کلیپ که خیلی تایمشون میخوام طولانی نشه، چون خودم خیلی دوست ندارم که ویدیوهای تایم بلند ببینم و طبیعتا ویدیوهایی هم که میسازم سعی میکنم تایمشون کوتاه باشه که ملال آور نشه، چون واقعا سرعت انتقال مطالب این روزا انقدر زیاد شده که ذهن ما هم به اون عادت کرده که خیلی سریع باید مطالب رو ببینیم و از جلو چشمون بگذره، که نمونه خیلی مشهورش همین اینستاگرام هست که شما در لحظه میتونید 10 پست رو در اکسپلور ببینین و دنبال کنید و به هر کدوم هم چند ثانیه فرصت بیشتر نمیدیم، اگه نتونه ما رو جذب کنه سریع اون رو رد میکنه و میریم بعدی. ولی این کلیپ ها جوری طراحی شدن و جوری این الگوریتم اینستاگرام اینا رو میاره بالا که همشون جذاب هستن برای مخاطب و سرعت خیلی بالایی دارن در حالا اون انتقال مطالب، که برخلاف این رویه در آموزش پرورش ما یا در سیستم آموزشی ما این نکته رو نمیبینیم و مطالب خیلی به کندی در واقع ارائه میشن به دانش آموز، یا بگیم که حالا عبارت دقیق ترش که بخوایم بگیم اون عادت ذهنی که برای دانش آموز در زندگی روزمرش ایجاد شده که ذهنش خیلی تنوع طلب شده در نظام آموزشی ما این اقناع نمیشه و با یک سری مطالب ملال آور، اون هم با روش‌های خیلی قدیمی، ما سعی داریم که این مطالب رو تحمیل کنیم به دانش آموز که هم برای خودمون آزاردهنده است و به طریق اولا هم برای دانش آموز. خب میریم سراغ نرم افزار جیوجبرا و اون قسمت‌هایش رو که حس می‌کنم جالب هستش و سعی می‌کنم از اول که نداره، ولی خب قسمت به قسمتش رو بررسی کنیم، ولی اون جایی که مهمتر هست رو بیشتر روشون میمونیم و به اونها میپردازیم. پس بریم سراغ نرم افزار. خب اینجا نرم افزار جیوجبرا رو مشاهده میکنید. در واقع این نرم افزار رو احتمالاً دیدید محیطشو، یا اگر ندیدید در کلیپ قبلی که از آموزش این نرم افزار برای مبحث حد گذاشته بودم با این نرم افزار آشنایی هایی احتمالاً داشته باشید. خب این نرم افزار گفتیم از یک دستگاه مختصات تشکیل شده با یک صفحه شطرنجی که شما اگه در قسمت سمت راست این گزینه‌ای که روش هستم رو بزنید و بزنید روی این دو محورها حذف میشن، دوباره بزنید برمیگردن و این صفحه شطرنجی رو که بزنید در واقع صفحه شطرنجی حذف میشه، این گزینه پایینی رو اگه بزنید حذف میشه و اگه مجددا بیایید بغل دستیش که صفحه شطرنجیه اینو بزنید دوباره برمیگرده. خب ما فعلا نیازی به این صفحه شطرنجی میذاریمش فعلا. خب بیشتر در این کلیپ میخوایم با این گزینه، یعنی این گزینه‌ای که سمت چپ بالا هستش آشنا بشیم. اگه بزنید روی این یک سری در واقع گزینه‌هایی براتون میاره. اینجا پوینت یعنی نقطه رو میاره که شما اگه این گزینه رو انتخاب کنید و بیایید درون صفحه شطرنجی شدهتون هر قسمتی رو کلیک کنید یه نقطه رو به شما
نشون میده A B و C که A B و C اینجا در قسمت سمت چپ میتونید مختصاتشون رو مشاهده کنید که در مورد تغییر رنگشون هم صحبت کردیم که چجوری میتونید رنگشون رو تغییر بدید. مثلا من روی A کلیک میکنم، حالا که روی این گزینه سمت راستی بزنم میتونم تنظیمات نقطه A رو انجام بدم. خب اینو که بزنیم مثلا سبز میشه. بیایید روی نقطه B کلیک کنید، تنظیمات نقطه B رو مثلا روی خاکستری بذارید یا روی هر رنگی که دوست دارید و از این قبیل مطالب. حالا میخوایم با در واقع اینم که باید بلد باشید گزینه سمت راست آن اینو که بزنید برمیگرده به مرحله قبلی. Point on object. ببینید شما فرض کنید یه مثلث در صفحه دارید به این صورت. حالا کاری به رسم مثلث نداریم، اینو حالا بعدا اگه شد توضیح میدیم چون موضوع بحثمون فعلا نیست. وقتی میایید point on object رو میزنید و یک نقطه رو روی این شکل انتخاب میکنید، نقطه D در این قسمت سمت چپ گفته D مساوی با point LNT1 و بعد مختصاتش رو گفته. این یعنی چی؟ شما ببینید وقتی که اینجا T1 چی هست، یعنی در قسمت سمت چپ گزینه 4 T1 گفته یک در واقع مثلثی هست که یک چرنزلی هست که A, B و C رأس‌هاش هستن و 3 تا رأس داره. به صورت این مثلث رو T1 نامگذاری کرده. حالا نقطه D رو این پایین اومده یه نقطه از شکل T1 گفته point LNT1، یعنی این نقطه متعلق به شکل هست، عضوی از شکل هست. اگه شما مثلا بیایید همون پوینت رو بزنید، پوینت ساده، و این رو بزنید روی شکل، نقطه E تنها یک مختصات داره، یک نقطه ای هست در صفحه و مستقل از در واقع شکل ما هست و اینجا شما T1 رو که انتخاب کنید و حالا تکون میدیم شکل T1 رو، ببینید الان این شکل T1 که داره تغییر میکنه، نقطه D هم به عنوان عضوی از این شکل باش میچرخه ولی نقطه E این گونه نیست. خب این از این. حالا دوباره آن رو میزنیم که برگردیم به حالت اول. میام گزینه بعدی attach یا detach point. این برای حالا پیوست کردن دو نقطه به هم دیگه هستش یا جدا کردن هستش که حالا کاری به این نداریم. intersect یا محل تلاقی، شما مثلا این خیلی ابزار کاربردی هست. فرض کنید که یک خط دارید، حالا بازم کاری به رسم خط نداریم، و یک خط هم به این صورت دارید. نقطه های A و B روی خط اول و نقطه C و D روی خط دوم هستن، ولی محل تقاطع اینها چه خطی هستش؟ شما برای این گزینه رو میزنید و این خط و این یکی خط رو انتخاب میکنید که میخواید بفهمونید به نرم افزار که محل تلاقی این دو خط کجاست. پس باید این دوتا خط رو انتخاب میکنید با کلیک چپ و خودش به صورت اتوماتیک یک نقطه E به شما میده و نقطه E گفته اینجا E مساوی است با محل تقاطع دو خط F و G. اون بالا دو خط F و G رو معرفی کرده، این خط F هست و این هم خط G هستش که گفته محل تقاطعشون یه نقطه به اسم E به مختصات منفی 2.39 و منفی 71. این هم از این. مثلا حالا من یک شکل دیگه هم رسم کنم. این دایره هم شما در نظر بگیرید که با خط F در واقع تلاقی داره. حالا من میخوام بگم تلاقی خط F و این دایره کجاست. یک کلیک روی خط F میزنم، یک کلیک هم روی دایره. دو نقطه H و I رو مشاهده میکنید که این دو نقطه محل تقاطع خط F و دایره ما هستند که مختصاتشون رو در قسمت سمت چپ میتونید مشاهده کنید، H و I که اینجا مختصاتشون واضح. خب میایم ابزار بعدی، midpoint or center، مرکز یا نقطه میانی. شما فرض کنید که دوتا، اگه اینو بزنید، حالا قبلش اجازه بدین که
فرض کنیم که ما این حالت پوینت هستش، یه نقطه اینجا داریم، یه نقطه هم اینجا. میخوایم بدونیم نقطه ای که وسط این دو قرار میگیره چه نقطه ای هست. شما باید مید پوینت اور سنتر رو بزنید، نقطه A رو انتخاب کنید، نقطه B رو هم انتخاب کنید. نقطه C رو به شما میده که این C منفی 1.72 و 0.13 مختصاتش هستش. پس این مید پوینت اور سنتر هست که این کار رو برای شما انجام میده که نقطه میانی رو به شما نشون میده. این هم که در مورد اعداد مختلط کاری باش نداریم. این هم در مورد اکسترموم و حالا اکسترموم ها هست در روی نمودارها که میتونید اگه یه نمودار داشته باشید در صفحه، به عنوان مثال حالا چون مبحثش که مربوط به تابع هست باید به اون هم گریز بزنیم، مورد دادم که بگمش ولی خب میگیم. فرض کنید یه تابع fx من اینجا معرفی کردم که این تابع fx ضابطش سینوس x باشه. خب اینو برای من رسم میکنه و من اگه بزنم روی این گزینه اکسترموم و نمودار رو انتخاب کنم، دقیقا میاد اکسترموم ها رو به من نشون میده که نقاط A, B, C, D, E و F هستند که اگه من یکم زوم اوت کنم میبینید که نقاط اضافه تر میشن و سمت چپ هم یک سری نقاط بیشتری به من نشون میده. محدوده دید ما رو در واقع در نظر میگیره. اینها تا بی نهایت در واقع نقطه اکسترموم دارن ولی همون قسمتی که شما مشاهده میکنید رو در نظر میگیرید. بیایید عقب تر بازم اضافه میکنه و این هی مدام میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه که همین یه مطلب چقدر میتونه برای دانش آموز مفید باشه. خب حالا برگردیم عقب. حالا من همینو میذارم، اکسترموماشو خط میزنیم، یعنی در واقع حذف میکنیم. میایم گزینه بعدی روتس، یعنی ریشه ها. این ریشه ها یعنی محل برخورد نمودار با محور ایکس ها که خیلی یعنی در کسری از ثانیه چقدر کار مهمی رو برای ما انجام میده. شما اینو میزنید و نمودار رو انتخاب میکنید. دقیقا جاهایی که نمودار fx برابر سینوس x یا نمودار سینوس ها محور x رو قطع میکنه رو به ما نشون میده که میبینید اینم باز بی نهایت نقطه هستش و بی شمار، حالا شمارا هستن تعدادشون ولی بی نهایت هست. ببینید که به چه صورت این نقاط دیده میشن که بی نهایت هست تعدادشون. خب پس آشنا شدیم با این در واقع منو، این بخش از نرم افزار جیوجبرا که در مورد نقاط بود که خیلی ابزار مفیدی رو در واقع برای ما فراهم میکنه که ما به وسیله اون میتونیم در تفهیم مطالب به دانش آموزان خیلی سریعتر عمل کنیم و خیلی بهتر عمل کنیم. موفق و سربلند باشید.